بسم الله. یک لحظه شروع میکنیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله سبحانه وتعالى را شکر و حمد و ثنا و ستایش میکنیم که ما را هدایت کرده است. اگر الله ما را هدایت نمیکرد هدایت کننده وجود نداشت. و اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. ما همیشه به شما گشته و برگشته میگوییم که رد زدن ما به کسی، جواب گفتن ما به کسی تنها در اساس شریعت، تنها در اساس عقیده، تنها در اساس منهج اهل سنت و الجماعت است. ما در دینداریمون، در اعتقادمون فقط رضاگی الله را میخواهیم، رضاگی که یگان بنده را هم نمیخواهیم و از ملامت کننده ها پروا هم نداریم. تا امروز بسیاری جهمی ها رو بیان نمودیم. با صبر و با تحمل، با وقت دادن به اونها، بعد از این که گستاخی کردند، بعد از این که حق را قبول نکردند، بعد از این که باز همون کفر شرکشان را ادامه دادند، البته که رد زدیم و حکم اونها را بیان کردیم و بالاخره به شما این شناس گشتند. حالا امروز صحبت ما در باب سهراب عادلیان است که 1 سال یا 2 سال است، تقریبا 2 سال است که از حزبی ها جدا شده، نه و کمی خودش رو فهمیده، در باب سوال و جواب در آمده و در درون این صحبت هایش گشته و برگشته مذهب جهمی رو ذکر میکند. ما صبر کردیم، به این یک چند مراتبه کنایه هم آشکار هم بیان کردیم، لیکن کبرش دارد غلبه میکند، پروای به مذهب اهل سنت و جماعت ندارد، پروای به مذهب اهل سنت و جماعت ندارد و فکر میکند که این سوال و جواب کردن و این در بالای دین گپ زدن گویا که در یک بازار گپ زده ایستادن است. هر چیز را از پیش خودش، از جهلش دارد صحبت میکند. در مسئله حکم بغیر ما انزل الله در بالای سوره مائده و 44 و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، یک به کبر و غرور گفت، کفر دون الکفر گفت، مذهب جهمی را بیان کرد. در مسئله استهزاء به بالای دعا کسی بیاید و مسخره و شوخی و حقارت و دشنام کند، استهزاء به دعا کند، دعا عبادت است، به عبادت استهزاء و شوخی کند، گفت باکی ندارد. بار دیگر مذهب جهمی را بیان کرد و باز جهمیگیش بیان کرد. به خوبی به آرامی فهماندیم. این تقریبا 1 سال است که این مسئله گذشت، لیکن ما به خوبی بیان کردیم. ما فهماندیم که آرام در باب منهج علم خون، به عقیده یک نظر کن، به علم گپ زن، از پیش خودت گپ نزن. به نزدیکی آمد در مسئله عذر بالجهل مذهب جهمی را و کفر و شرک بیان کرد، گفت در مسئله العذر بالجهل گفت اختلاف است، لیکن من گفت جهل عذر نمیگویم و این مذهب کفری است، شرکی است، زیرا که در مسئله العذر بالجهل اجماع ثابت است. ان شاء الله روز آینده ما در این مسئله هم صحبت میکنیم و ثابت میکنیم که کسی که دعوای اختلاف در بالای عذر بالجهل کند مشرک است، از منهج اهل سنت بیرون است. این 3 مذهب من حالا تعقیب نکرده، از عقب ان همین جهلان نگشته، کفتکو نکرده، اینها را شب روز من تعقیب نمیکنم. به من همین 3 چیز به من برادرها رسونید، به ملایمی، به نیکی. ما فکر کردیم گفتیم خیر، نه به دعوت در اومد،
چندین سال در درون حبس بود، اینفورماسیا هاش ویران است، از منهج اهل سنت بیرون بود. بالاخره همراهش صحبت کرده بودیم که کمی مشکلی داشت در باب علم عقیدوی و غیره، لیکن باز انا همون مذهب بیان کرد. ما در مسئله عذر بالجهل فردا گام میزنیم. حالا باشد انا امروز اولین رد ما آشکار واضح به سهراب عادلیان جهمی جاهل حزبی انا نمین است که امروز به سخنش رد میزنیم. به یکی از کانال هایش مثلا تیوی پرتافت است که به من برادرها در یک گروه تلگرامی در همینجا گذاشتن نظر کردم، غیرتم بدین نگذاشت که من خاموش باشم. اولا سهراب عادلیان کی است؟ سهراب عادلیان همون کسی هست که در باب عقیده اهل سنت و الجماعت علم ندارد، منهج ندارد، نمیفهمد، یک جاهل است. تا دیروز همراه بزرگانی حزب نهضت اسلامی میگشت و اگر به این سخن ما باز به اهمیتی کند و باز کفر شرک مذهب جهمی را گفتن بگیرد، تاریخش ما در آهسته به یک مختصر در با همراهی حزبی چگونه معامله کرده و این آن و همراهی حزبی گشتن این باز تاریخش به شاهدان نقلش میکنیم. تا دیروز همراهی حزبی ها بود، لیکن ما به این چیزها نمیرویم. بالاخره امروزه مسئله هست که حالا از زبان خودش میشنویم، کفر و شرک را در حکم جدا کردن و مشرک را بخشیده نمیشود گفتن و کافر را بخشیده میشود گفتن است. بسم الله گزارید گوش بکنیم سوال و جواب را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. حضرت سوال من همی بود که مثلا خداوند همه گناه ها را میبخشه غیر از شرک. همینجا مسئله کفر، کسی که به یک آیت قرآن اگر کفر کنه، مثال انکار کنه، همو را خداوند باید میبخشه یا که وی ابدا مثال در جهنم است؟ مسئله الله تعالی غیر شرک دیگر گناه را نمیبخشد، یعنی که در آخرت هستی، یعنی بی توبه اگر از دنیا گذرد، بی توبه از دنیا گذرد، بله اگر شرک آورده باشد، الله تعالی در دو جای قرآن کریم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء گفت. الله تعالی نمیبخشد اینکه به او شریک آورده شود، لیکن غیر شرک را به کسی خواهد میبخشد. و بعضی کفرها در نوبت خود با شرک هست و بعضی کفرها در نوبت خود شرک نیست. انا همون کفرها را احتمال هست که الله تعالی به کسی خواهد شاید بخشد. این حق الله تعالی هست، چون در صحیح بخاری یک شخصی را که کفر ورزید. الله المستعان، الله المستعان. این چی جهل است، این چی مذهب جهمی است و این چی کفر اکبر است که میگوید که بعضی از کفرها در نوبت خود شرک اکبر است. یک جهل است، آخر همه شرک در زیر کفر است. و میگه بعضی از کفرها در نوبت خود شرک اکبر نیست، احتمال است که الله ببخشد. دشنام دادن الله آیا به باب شرک داخل میشد اگر شرک و کفر جدا بکنید؟ آیا دشنام دادن الله به باب شرک داخل میشود؟ علما در باب دشنام دهندگان الله چی حکم کردند؟ ریده، گفتن این مرتد است، کافر است، اگر توبه نکرده بمیرد خالدن مخلدن فی النار ابدا هست. لیکن نگفتن که این مشرک است. استهزا کننده دین را آیا گفتن که مشرک است؟ الله استهزا کننده دین را حکم به کفر کرد، تکفیرشون کرد، عازریش تکفیر کرد. معنای اولا سخن سهراب عادلیان جهمی را ببینید. این سخن را حتی مدخلی ها نمیگوید. پیش از این که ما این سخن برات زنیم، بعضی از مدخلی ها حتی این سخن نمیگوید. میگوید که اگر کفرش ثابت شده باشد، حجت رسیده باشد، مراد جهنمی است. میگوید
این آدم مطلق جاهل است یا حجت رسیدگی است، فرقی ندارد. یعنی هم در حالت جاهلی هم در حالت حجت رسیدگی، در هر دو حالت هم کفرهایی که در درون در باب شرک نیست، کفر اکبری که از شرک اکبر نیست، یعنی در زیر شرک داخل نمی شود، احتمال بخشیده شدن دارد. میگه یعنی کفر اکبر درجه اش به درجه گناه کبیره بوده است. این یک عقیده بدیهی، عقیده قدم اول، عقیده صنف اول نولوای مسلمانی که شرک اکبر و کفر اکبر بخشیده نمی شود، اما گناه کبیره که بعد از کفر اکبر شرک اکبر است در زیر مشیت الله است. هر کسی گناه کبیره کرد، یعنی کفر اکبر نکرد، شرک اکبر نکرد، مسلمان گناه کبیره کرد، در زیر مشیت الله است، مستحق عذاب است. الله به کسی خواهد می بخشد، به کسی خواهد نمی بخشد. احتمال بخشیده شدن در گناه کبیره است. به اجماع سلف این امت و به اجماع این امت تا امروز یگان نفر از علمای اهل سنت نگفتند که کفر اکبری که در زیر شرک اکبر نیست، به شرک اکبر آمیخته نیست، احتمال بخشیده شدن دارد. این سخن یگان کس نگفت بجز جهمی ها، بجز جهمی های زمانه. الله المستعان. از کجا این سخن این بنده میگه؟ از جهل است. جاهل، آدم جاهل وقتی که به دعوت مشغول می شود، مشهور شده نمی خواهد، به کبر و غرور دعوت میکرد، عاقبتش خیلی جهمی شرمنده شدن است و کفر است و شرک است و به دین الله بازی کردن است و از نام الله دروغ صحبت کردن است. اعوذ بالله. قسم به الله من به حال همین انسان شرمم میآید و به حال همین انسان میترسم که چگونه به دین الله خیلی صحبت میکرد. انکنون سوال انا همینجاست. اولا به سوال و به علم داخل میشیم. آیا شرک اکبر و کفر اکبر، مسئله اول، آیا شرک اکبر و کفر اکبر از همدیگر فرق دارند؟ حکمشان جداگانه است و حکمشان مختلف است؟ آیا ما بین شرک اکبر و بین کفر اکبر، بین انجام دهنده شرک اکبر و کفر اکبر ما آیا فرق میگذاریم؟ نه. عقیده اهل سنت و الجماعت انا همین است که شرک اکبر و کفر اکبر هر دوش یک حکم دارد. کافری که در کفر اکبر کافر شد و مشرکی که در شرک اکبر واقع شد و مشرک شد یک حکم دارد در این دنیا و در آخرت. البته در این دنیا بعضی از نمود کفرها غلیظتر است از نظر حکم ردت به بالاش گذاشتن و قتل بمانند دشنام رسول الله که این اصلا بخشیده نمی شود و غیر بعضی از کفرها، جاسوس، دشنام الله یا ساحر رو وقتی که گرفتید پیش از توبه، حکم اینها در مسئله قتلش غلیظتر است. کفر غلیظتر است. یعنی در همه حالت کسی که شرک اکبر کرد او را به استتوبه دعوت کرده می شود، 3 روز مهلت داده می شود. چگونه که علی رضی الله عنه را وقتی که یک عده از پیروانشان غلو کردند در دوستداری و در بالاخره مرحله بالای غلو رفتند و گفتند که علی تو اله ما هستی، علی رضی الله عنه اونها را تکفیر کردند و کافر شماریدند، اما 3 روز وقت دادند. یعنی به مشرکین برای توبه کردن استتوبه 3 روز وقت داده می شود، اما برای بعضی از کافرین توبه نیست. کسی که خودش رو مسلمان میگوید پیامبر را دشنام داد 1000 مرتبه توبه کند هم حکمی توبهش بین خود و بین الله است. در این دنیا حکمی سخت‌ترین گذاشتند. به یگان مشرک این خیلی حکم نمیگذارند، اما به کافر حکم گذاشتند. یا کسی که جاسوسی کرد یا کسی که در بالای سحر گرفته شد. مقصد چیست؟ مقصد این است که از نظر حکم ردت کافران یا بعضی از کفرها درجهش مرحله های سخت بالاتر از شرک است. در این دنیا بخشیده اصلا نمیشه. اما بالاخره
در آخرت هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو کرد و توبه نکرد و وفات کرد بخشیده نمی شود و هر کسی که کفر اکبر رو کرد و وفات کرد بخشیده نمی شود. کفر اکبر و شرک اکبر از همدیگر از نظر حکم فرق ندارد. این است مذهب سلف صالح، مذهب قرآن، مذهب سنت، مذهب سلف صالح و انا همین است که اجماع اهل سنت و الجماعت برای مشرک مرده و کافر مرده اجماع نقل شده است که کسی که کافر میمرد، یعنی کسی که کفر اکبر را انجام داد و وفات کرد یا کسی شرک اکبر را انجام داد و وفات کرد بدون توبه، این انسان در روز آخرت چی است؟ بخشیده نمیشد، هم شرک هم کفر اکبر. بله اگر کفر اصغر باشد، کفر اصغر به مسئله گناه کبیره داخل می شود. بله اگر توبه کرده بمیرد توبهش قبول است. بله این آیت سوره نساء به آخرت تعلق دارد، آیا در آخرت بخشیده میشد یا نمیشد. لیکن سوره بیادلان میگد کفرهایی که از زیر شرک نیست در روز قیامت احتمالی بخشیده شدن دارد. همین احتمال به ما میگیم دلیل بیار، دلیل برای احتمالی بخشیده شدن به کفر اکبر. اما حالا ما پیش از اینکه به دلیلش رویم، این دلیلش به کفر اکبر دلالت نمیکنه، چه خیلی که احمد ابن حنبل میگه. اولین چیزی که من میخواهم به شما مسلمان ها رسانم، از تدلیس جهالت این جهمی ها با خبر باشید که اینها کفر و شرک نفهمیدن. علما در بین کفر و شرک فرق نمیگذارند. انا کنون دلیل که همین سوره نساء آیت 48 دلالت به کفر هم میکند. نظر میکنه سوره نساء 48 میشه تفسیر ابن جریر الطبری رو. بارک الله فیکم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. به درستی که الله نمی بخشد هر کسی را که به او شریک قرار داده است، یعنی مشرک را، یعنی وقتی که توبه نکرد و مشرک وفات کرد الله او را نمی بخشد و غیر از شرک دیگر گناه ها را می بخشد. سهراب یادنا میگه که یعنی کفرهایی که از شرک نیست الله می بخشد. میگه این سخن کفر است، سخن جهمی ها است و این سخن هیچ کسی نگفته است، بلکه در اینجا به شرک اکبر کفر اکبر هم داخل می شود. من اولین کسی که به شما حجت میارم از سلف است، ابن جریر الطبری وفات کننده 310 هجری. قال ابو جعفر یعنی ابن جریر الطبری گفتند یعنی بذلك جل ثناؤه، الله یعنی در این آیت یا ایها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الى آخر رفتیم و ان الله لا یغفر ان یشرک به. انا اینجا گفتم فان الله لا یغفر الشرك به والكفر. انا کم منهج اهل سنت فهمیدید؟ مذهب اهل سنت دیدید؟ مذهب اهل سنت و الجماعت همین است که وقتی که یک مسئله به صحبت میکنند، یک آیت تفسیر میکنند، در یک مسئله دقیق گپ میزنند، در اساس علم، در اساس ترس الله صحبت میکنند. یک طالب علم چه از پیش خودش چی خواهد گفتن به حق ندارد. یک طالب علمی که علمای اهل سنت نمیشناسد این مسئله به گپ زدن پیش خودش به حق ندارد. این مسئله ها را باید به دلیل و به اقوال سلف و علمای اهل سنت باید جواب گفته شود. این کبر است، این غرور است که بعضی از طالب علمچه‌های جهال جهمی از پیش خودشون چی خواهند میگویند. نمیگویند که این سخن کی گفت، همین سخن خودت کی گفت، نمیگویند. برای چی؟ برای که کبر آدم جاهل متکبر میشود. کبر آدم گمراه کرده بالاخره به کفر اکبر میبرد، زیرا که الکبر بطر الحق است. کبر قبول نکردن حق است. از پیش خودت چی خواهی گفتن میگی. منهج ندارد این جهلا که قرآن به فهم کی میفهمی که آخر القرآن و سنت به فهم سلف الامه است. قرآن و سنت به فهم سلف باید فهمی. هر کس به فهم خودش فهمیدن به حق ندارد.
سلف گفته ایستادند که فإن الله لا یغفر، به درستی که الله نمی بخشد الشرک به و الکفر، شرک را که به الله انجام داده شده است و کفر را که به الله کفر ورزیده شده است. و در دوامش باز عموم میگن که و یغفر ما دون ذلك الشرک لمن یشاء من اهل الذنوب والآثام، و غیر شرک دیگر را میبخشد. در بالا گفتن که کفر و شرک را نمیبخشد و در دوامش گفتن که شرک غیر از شرک میبخشد. برای چی؟ برای که شرک و کفر هم معنا هست، شرک و کفر هم معنا هست. بارک الله فیکم، در این مسئله احتیاط باشید. اکنون این جهلان نفهمیدن که کلمه شرک چی معنی دارد، کفر چی معنی دارد. مذهب اهل سنت و الجماعت در بالای این چی است؟ علی بن خدیر الخدیر حفظه الله، علامه اهل سنت و الجماعه، در بالای کفر شرک و همه علما به کجای نظر کنید ببینید همه علما چی میگن؟ میگوین که الشرك والكفر کلمتان، شرک و کفر دو کلمه است. با بالای این دو کلمه ما یک قاعده را اجرا میکنیم: اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اگر در یک حدیث، یعنی در نصوص یعنی در یک نص، در یک آیت، در یک حدیث کلمه کفر و شرک و کفر در یک جا جمع شود، در یک نص هر دو کلمه بیاید، هم کلمه شرک آمد در یک دلیل در یک نص، هم کلمه کفر، در این حالت افترقا. شرک معنای الوهیده میدهد، کفر معنای الوهیده میدهد و افتراق در معنا میشه، جدا در معنا، الوهیده معنا میدهد. و اذا افترقا اجتمعا. و وقتی که انا همین کلمه شرک و کلمه کفر از همدیگر جدا بیاید، افترقا، در یک نص، در یک آیت فقط یکی از این کلمه بیاید، یا کفر بیاید یا شرک بیاید، فرق ندارد. اگر شرک بیاید اجتماع، اگر در یک نص، در یک آیت یا در یک حدیث فقط کلمه شرک آمد، در انا همین جا معنای کفر رو هم میدهد. اگر فقط کلمه کفر آمد، معنای شرک رو هم میدهد. اگر در یک نص فقط کلمه شرک تنها خودش بیاید، این در برگیرنده احکام کفر هم است. اگر فقط کلمه کفر آید و شرک نآید، در برگیرنده احکام شرک هم هست. لیکن این منهج رو، این علم رو آدم باید آموزد. آخر در نزد علما نشیند اهل سنت و الجماعتی که علمای عقیدوی، در نزد علمای عقیدوی بنشیند، کتاب‌های عقیدوی که شاید از عالم اهل سنت فهمد که علما نمیخیل گپ زده است. اولا قول ما گفتیم که کفر و شرک احکامش یک نمود است، از همدیگر فرق ندارد. این جدا کردن این درست نیست، این باطل است. کفر به دیگر حکم ماندن، کفر اکبر به دیگر حکم ماندن، شرک اکبر به دیگر حکم ماندن، این مذهبی باطل است. این دلیل بیارد، دلیل میخواد. و مذهبی بسیاری ها جهمی ها این استفاده میبرند. ثانیا اگر کلمه های مرادف یا کلمه های به همچنین به مانند شرک و کفر، اسلام و ایمان، اگر در حالت جمع در یک جمله هر دوش بیاد، در یک نص هر دوش بیاد، معنای الوهیده. اما در حالتی که یکی از اینها میاد، معنای دیگر را میدهد. به مانند اسلام و ایمان هم همین است. اگر در یک آیت یا در یک حدیث اسلام و ایمان جمع شد، در یک جا جمع آمد، اسلام معنای خود دارد، ایمان معنای خود دارد. اما در یک آیت فقط اسلام آمد، معنای ایمان را هم دارد، یا فقط ایمان آمد، معنای اسلام را هم دارد. این چنین کفر و شرک عیناً همچنین است. اگر در یک آیت شرک آمد، کفر نآمد، شرک آمد، اما تنها الوهیده خودش آمد، کفر و شرک پهلو نآمد. به مانند همین آیتی که سهراب عادلیان خوند، سوره
نساء 2 مرتبه گفتیم در قرآن این آیت ذکر شده. مثلا سوره نساء 48 نظر بکنید. الله در همین آیت آیا کفر و شرک به همدیگر برابر ذکر کرد یا که پهلو ذکر کرد یا که فقط شرک ذکر کرد؟ فقط شرک ذکر کرد. وقتی که فقط تنها شرک رو ذکر کرد به کفر هم دلالت میکند. عیناً کفر اکبر هم معناش همین به شرک اکبر است. حکم کفر اکبر هم مثل شرک اکبر است. الله نمی بخشد شرک اکبر و کفر اکبر را. کسی که کفر اکبر و شرک اکبر را انجام داد و توبه نکرد و وفات کرد، در روز آخرت الله کفر اکبر و شرک اکبر انجام دهندگان را نمی بخشد و غیر از این دیگر، البته شرک اصغر را هم نمی بخشد. در این مسئله مذهب اهل سنت ما بیان کرده هستیم. و غیر از این دیگر گناه ها را، یعنی گناه های کبیره را که زنا هست و شرابخوری هست و مثلا دیگر از گناه های کبیره هست، در زیر مشیت الله مستحق عذاب الله هست. کسی را خواهد می بخشد، کسی را خواهد اول عذاب می دهد. یعنی در گناه کبیره، نه در کفر، نه در کفر اکبر. اعوذ بالله احتمال دارد میگن. خیلی گفتم عیناً همین سخن را ابن جریر طبری ذکر کردن که فإن الله لا یغفر الشرک به والکفر، شرک و کفر نمی بخشد. اما جاهل باشد چی میگه؟ انکنون سوره بقره آیتی، البته درباره کافرها که کافر وفات کردند، اهل کتاب، مشرکین، اینها ابدالابد خالدن فی النار ابدی هستند، اینها را الله نمی بخشد. این آیات ها زیاد است. اهل کتاب و مشرکین با ما در تجربه همون دیدگی هستیم که ما این آیات ها را وقتی که میگویم، این متکبرین برآمده میگن که این آیت اینجا اهل کتاب گفته شده ایستاد است، اینجا مشرکین اصلی به دخل دارد. اما کسی که خودش مسلمان گوید و کفر اکبر کند به اونها دخل ندارد. میگن برای دفاع نفس خودشون منهج ربیع ابن هاد المدخلی را از وی هم سخت‌تر میگیرد. اینها ربیع قبول ندارد، لیکن منهج به گفت خودش قبول ندارد، لیکن منهج از ربیع هاد المدخلی هم بدتر است. عقیده نمین عقیده که حضور گفت از مدخلی ها بدتر است که گناه کفر اکبر احتمال بخشیده شدن دارد. بالاخره سوره بقره آیت 161 و 62 را نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی میگوید إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بدرستی البته که آنهایی که کفرو کافر شدند، یعنی کفر اکبر انجام دادند و کافر شدند، و ماتو توبه نکردند و به همین کفرشون وفات کردند، و هم کفار، یعنی و ماتو و هم کفار، یعنی وفات کردند در حالتی که توبه نکرده از کفر، در حالتی کافر بودن وفات کردند. اولئک علیهم لعنت الله، به انا همین کافر مرده ها لعنت الله، ملائکه ها و همه مردم است. انا که حکمش بینید خالدین فیها ابدالابد، در جهنم میمانند. ابدالابد فقط کافر میماند، کسی که بخشیده میشود نمیماند. لا یخفف عنهم العذاب، هرگز عذاب اونها را پست و پایین و درجهش سست کرده نمیشود، به عذابشون کمی آورده نمیشود، سستی آورده نمیشود. ولا هم ینظرون، به اینها نظر کرده نمیشود. انکنون این آیت آشکار و واضح درباره کفار است. عیناً یعنی کسی که کفر اکبر، شرک اکبر رو کرده است. ما نظر میکنیم به تفسیر ابن کثیر، میگوید که بعض
از اهل بدعت میگن که این نوعیت هم، یعنی اگر اهل بدعت آدمی که گمراه شده باشد، آدمی که اصلا منهج از بوی منهج نداشته باشد و شرمنده جهمی باشد، هر یک آیت پیچ توپ داده به مانند رافضه و به مانند گمراه قبوری ها شدنش ممکن است، به مانند حزبی و رافضه. هر یک آیت این خیلی است به دیگر نازل شدین، سبب نزول بمیرد. حالا که ما در علم اصول فقه میخونیم که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب. با کی نازل شد، کی نازل شد لازم نیست، مهم هم نیست. مهم این است که عبرت به عموم لفظ است در نزد اهل سنت، کسی که اصول دارد. لیکن اهل بدعت اصول از کجا میفهمند؟ بالاخره ابن کثیر در تفسیرش هم میگن که ثم استثنى الله تعالى منه هؤلاء، یعنی الله استثناء میکند از این کفار، میگه من تاب أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه إلى آخر الآية. رفتم میگن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في نار جهنم لا يخفف عنهم أي لا ينقص عما هم فيه. من هولا یک جای مهمی در کارش که این با اهلی هم با کفار اصلیین و هم با کسی که به سبب بدعت به کفر اکبر واقع شده بود دلالت میکرد. فهمده؟ یعنی عیناً همین آیت سلف صالح دلیل می آوردند با بالای قدریه های غلات که علم الله انکار کردند، علم الله انکار کردند. قدریه ها به این آیت اثبات میکردند، جنازه خواندن با بالایش حرام میگفتند، به قبرستان مسلمان گورانیدن حرام میگفتند، و بعد از این سبحان الله چی میگفتند؟ جهنمی است میگفتند، توبه نکرده بمیرد. عیناً به بالای جهمی ها یک و این چنین سلف صالح به کسانی که کلام الله مخلوق میگفت همین آیت میوردن میگفتند که خالد مخلدن است، به کفر اکبر وفات کرد. نظر کنید به کتاب توحید ابن خزیمه، نظر کنید به کتاب الرد على الجهمیه احمد بن حنبل، یا که الرد على الجهمیه عثمان بن سعید الدارمی، علمای سلف صالح. بارک الله فیکم. پس در اینجا میگه که بله کسی که حق پنهان میکند میگه این کافر است. ان کاتم العلم يلعنه الله والملائكه والناس واللاعنون ايضا وهم كل فصيح وعجمين اما بلسان مقال الى اخر میرند. فاولئك توب عليهم وانا التواب الرحيم. در دوش ابن كثير میگن که وفي هذا دلاله على ان الداعيه الى كفر او بدعه اذا تاب الى الله تاب الله عليه. یعنی این آیت ابن کثیر بالعموم عمل میکنند. میگن که فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم که در اینجا اومدگی هست، این آیت دلالت میکند به چی؟ دعوت کننده به کفر وقتی که از همین بدعتش و کفرش توبه کرد الله توبه را میپذیرد، اما توبه نکرد مرد نمیپذیرد. سبحان الله سبحان الله. اما این چی مصیبت است، این چی مصیبت است که امروز ما میبینیم. حدیث در سنن نسائی، حدیث در سنن نسائی ثابت است و ابن کثیر هم والله عالم انا همین، یا ابن جریر الطبری والله عالم، ابن جریر الطبری در زیر انا همین آیت حدیث می آورند که در حدیث کفر آمده است، یعنی به این کفر هم داخل میشد. عیناً منهج علما همین بود، کفر هم داخل میشد. انا کنون سخن یکی از علمای معاصر میخونیم، وفات کرده ابن باز رحمه الله. انا کنون سوال میشد به ابن باز
نظر كد بنور على الدرب صدوش هم هست منه. تسأل أختنا وتقول: ما هي الأعمال أو الكبائر التي تجعل الإنسان خالدا في النار؟ وهل صحيح أن كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار؟ سوال معلوم است. یک نفر از زنها ابن باز رو میپرسد که کدام عملهای کبیره یعنی گناههای بزرگ انسان را سبب ابدالابد در جهنم ماندنش میشد. اگر توبه نکرده وفات کند، همین عملش به توبه نکرده وفات کند، ابدالابد در جهنم باقی میماند. و در دوامش سوال دوم میتد که و هل صحیح ان کل شخص، آیا درست است که هر یک شخصی که غیر مسلمان است داخل جنت نمیشد و ابدالابد به آتش جهنم میرود؟ ابن باز و شک باشنین بعد میخونم گپش. نعم الأعمال التي توجب الخلود في النار أبد الآباد هي أعمال الكفر. أنا ببینید چی میگه؟ نعم میگه. بله میگه. الأعمال التي توجب الخلود في النار أبد الآباد هي أعمال الكفر. عمل هایی که انسان ابدالابد در جهنم باقی ماندنش واجب میکند این عمل های کفر است میگه. من مات كافرا بالله فهو مخلد في النار أبد الآباد. أنا كنت داونش گوش بکنید. کل یهودی با همه اتفاق دارد، نصرانی با اتفاق دارد، شیوعی با اتفاق دارد. بله اینا یهودی نصرانی شیوعی گفتند. اینجا محل اتفاق است. اینا سهراب هم شاید قبول کرد. دومش با و هكذا كل من اتى بمكفر، و این چنین هر کسی که یک انسان کافر کننده عمل انجام بده، یک کفر اکبر انجام بده، مثل ذلك من ترك الصلاة، یک انسان نماز ترک کرد و توبه نکرده وفات کرد بخشیده نمیشه، در ابدالابد در جهنم است میگه ابن باز. او سب الدین، یا کسی که دشنام داد دینه، اینها به زیر شرک داخل نمیشود. در نزد سهراب عادلیان این عملهایی که به زیر شرک داخل نمیشود این بخشیده میشد میگه. او سب الدین، البته در مسئله نماز، البته نماز شرک به داخل میشود. رسول الله گفتن من ترک صلات فقط اشرک، کسی که نماز ترک کرد مشرک است. لیکن اینها سخن پیامبر موندن، اجماع موندن، رفتن به دیگر مسئله. لیکن اولو مسئله ما نماز ترک صلات مسئلهش نیست. لیکن ابن باز گفته شده او سب الدین، یا کسی که دین دشنام دادن دین از نظر سهراب به زیر شرک اکبر داخل نمیشد، به زیر شرک داخل نمیشد، دشنام دین است. این احتمالی بخشیده شدنش است. یک عالم بیارید که سخن گفتگی باشد. من والله قسم خورده از نام ربیع المدخلی جهمی زمانه میگویم که در کتابی شرح کتاب آجوری، این کتاب در نزد من است، کتاب ربیع المدخلی 4 مجلد، شرح کتاب آجوری، یکی از علمای سلف آجوری را مدخلی ربیع الهادی المدخلی شرح میده و میگوید که کسی که میگه دین مجله یکم صفحه 304 بود والله علم، میگه که کسی که دین استهزا کند، الله استهزا کند، یا که دشنام دهد الله و رسوله، چی میشه؟ این انسان میگه جهل عذر نیست. اگر توبه نکرده مرد خالدا مخلدا فی النار ابدا است. انا کن عقیده ربیع ابن هادی المدخلی در همین مسئله چخیل است، عقیده سهراب چخیل است. با اینها ربیع الهادی المدخلی را مدخلی میگفت است. ما برای همین گفتیم که این جهلا ربیع ابن هادی المدخلی از نظر عقیدش انکار نمیکند، از نظر فلان عالم گنده کرد فلانش نقص کرد گفتم به اینا عقیده ربیع ابن هادی المدخلی در نزد اینها هیچ مشکل ندارد. و عقیده خود سهراب عادلان از ربیع ابن هادی المدخلی بدتر است. ببینید ربیع ابن هادی المدخلی گفته است که کسی که الله دشنام داد، استهزا کرد، توبه نکرد و وفات کرد، خالدا مخلدا فی النار است میگه. البته من چرا ربیع ابن هادی المدخلی گفتم؟ ربیع ابن هادی المدخلی جهمی است، جهمی گمراه ضال مضل است. همین جهمی همین سخن میگوید. یعنی کسی گوید که کفر اکبری که به شرک تعلق ندارد بخشیده شدنش احتمال دارد، از ربیع المدخلی هم بدتر، جهمیتر و جاهلتر و احمقتر. با مانند علمای تاجیکی من نمیدونم جهمی ها یا کدوم نمیدونم رافضه و جهمیه که جاهل به دین است نمیخواست می باشد. یعنی شرمندگی است.
انکنون او سب الدین کسی که دین دشنام کرد، او استهزأ بالدین کسی که دین استهزا کند. ابن باز گفته است او استهزأ بالجنتی یا کسی که استهزا به جنت کند، او بالنار یا که استهزا به آتش یعنی بگیم به نار جهنم کند، او سب الرسول صلی الله علیه و سلم یا رسول الله دشنام بجد، او تنقص الرسول الله صلی الله علیه و سلم یا که کمبودی به پیامبر طعنه یک کمبودی را نسبت دهد، او سب الله او تنقصه او طعن فی دینه یا الله دشنام بجد یا الله تحقیر کند یا طعنه به دین زند. کل هذا ردة علی الاسلام، همه این عملها ردة بر اسلام است. اذا مات علیها الانسان، اگر انسان به همین ردة به همین کفرهای نامبر شده وفات کند، توبه نکرده، صار مخلدا فی النار ابد الاباد کسائر الکفره، انسان ابد الابد به جهنم داخل می شود به مانند دیگر کفر است. انا کو فهمیدید؟ و این عقیده اهل سنت مجمع علیه است. یگان نفر تفریق فی این تقسیماتی که سهراب کرده است که کفری که شرک به داخل دارد بخشیده نمیشد، اما کفری که شرک به داخل ندارد بخشیده نمیشد. یگان نفر نگفته است، یگان نفر، الله المستعان. بلکه این مسئله مجمع علیه است که شرک اکبر، کفر اکبر بخشیده نمیشد. در زمان سلف صالح آیا شرک اکبر به وقوع پیوسته بود یا که کفر اکبر به وقوع پیوسته بود؟ کفر اکبر در زمان سلف صالح شرک اکبر به وقوع نپیوسته بود میگن علما. ابولیث سمرقندی میگن که شرک در این امت در عصر 4 به وجود آمد. اون سخنی که قدریه ها گفتند، عقیده قدریه ها که علم الله در باب شر انکار کردند، مجوس این امت شدند، کفر اینها در کدام باب بود؟ اینها بگیم آیا در شرک مشکلی داشتند یا در کفر؟ در کفر. مسئله جهمی ها در باب اسما و صفات به مانند کلام الله را مخلوق گفتن، آیا اینا اصلش به شرک یا به کفر تعلق دارد؟ اصلش کفر است و به شرک هم میرود، بله، لیکن کفر است. مسئله هایی که در زمان سلف صالح شد، شرک آشکار واضح، قبر پرستی، دعای غیر الله، این چیزها نبود. حکم کردن به حکم غیر الله و غیر نه، بلکه کفر از جانب کفر بود. لیکن سلف صالح تکفیر کردن. کسی که گفتن توبه نکرده بمیره جهنم میره. چخیلی که نظر کنید به کتاب اصل سنت و اعتقاد الدین، نظر کنید به کتاب السنه عبدالله بن احمد بن حنبل و غیره، این اجماع اهل سنت و الجماعه است. از همین جهت ابن باز هم گفته است. آواز شما میمونم برای اینکه باور بکنید. من مات كافرا بالله عز وجل فهو مخلد في النار ابد الابد كاليهود والنصارى والشيوعيين، وهكذا كل من اتى بمكفر. ومثل ذلك من ترك الصلاه او سب الدين أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول أو سب الله أو تنقصه وطعن في دينه، كل هذا ردة على الإسلام. إذا مات عليها الإنسان صار مخلدا في النار أبد الآباد كسائر الكفرة. أما كسائر الكفرة، کسی که کفر کرد میرود. انا که من شما به اجماع امت نقل میکنم. یکی از علمای نجد کتاب نوشتند، عبدالله ابن بارک الله فیکم، بله، یکی از فرزندان محمد ابن عبدالوهاب، عبدالله ابن محمد ابن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، نام کتابشون کلمات نافعه فی مکفرات الواقع. کلمات نافعه فی مکفرات الواقع. 4 مذهب ذکر میکنن، 4 مذهب ذکر میکنند، اجماع را ذکر میکنند که هر 4 مذهب، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی، اتفاق میکنند که هر کسی که کفر اکبر رو کرد و توبه نکرد و وفات کرد، عیناً شرک اکبر رو کرده، توبه نکرده، وفات کرده، هر دویش یک نمود داخل جهنم می شود. و انا همین آیت ان الله لا یغفر اشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء به کفر اکبر هم تعلق دارد. خیلی که ابن جریر طبری گفت جدا کرده نمیشد، این جدا کرده نمیشد.
و از هر چهار مذهب مثال آوردن میگیرند. علمای هر چهار مذهب مثالشون آوردن میگیرند، 1 2 3 4 5. از یک مذهب یک چند تا دلیل، از یک مذهب دیگر یک چند تا دلیل. و یکی از دلیل های حجت خوب این شیخ همین است که میگن ای عاقل، میگن ای اگر عقل داشته باشی، جاهل جهمی نباشی، نظر بکن به تمام کتاب‌های فقهی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. باب الرده را نظر کن، باب الرده هست در کتاب فقه. رده را نظر کن که چی میگن. باب الرده در نزد این اهل سنت و جماعت همین است که هر کسی که کفر اکبر کرد مرتد شد، هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک شد. اینا میگویند که تو مشرک هستی، تو کافر هستی، دستگیر میکنند، آورده محکم میکنند 3 روز، به توبه دعوت میکنند 3 روز که تو استتوبه میگن. نامینه استتوبه از چی کردن شد؟ از کفر. کی را استتوبه کردن شد؟ کسی که کافر شد. تو میگن کافر شدی، تو کفر کردی، توبه کن. 3 روز تو به وقت توبه نکرد، همچون حکم مرتد قتل میکنند. جنازه برایش حرام است، به قبرستان مسلمان گور کردنش حرام است و این انسان بخشیده نمی شود. به کفر شرک اکبر قتل شد، بخشیده نمی شود، جهنم می رود. بجز در مسئله نماز که البته نماز این دیگر مسئله است. حالا ما در مسئله هایی که آشکار و واضح در سلف صالح اختلاف نشد. حالا که در مسئله نماز صحابگان اجماع کردن، تابعین اجماع کردن، بعد اختلاف بعد از این به وجود اومد. برای مذهب ها این مسئله دیگر است. لیکن دشنام الله، استهزاء، رد کردن یک حکم الله، حکم کردن به حکم غیر الله، حلال گفتن یک حرام، حرام گفتن یک حلال، این مسئله ها به اجماع میخیلست. الله اکبر، الله اکبر. اما غیر از این دیگر گناه ها را الله به کسی خود میبخشد. یعنی غیر از شرک، هم شرک اکبر هم شرک اصغر الله نمیبخشد. و بغیر از کفر اکبر دیگر گناه ها را الله به کسی خواهد میبخشد. احتمال بخشیده شدن گناه در گناه کبیره است ای جهلای جهمی، نه در کفر اکبر. شیخ هم میگه، ابن باز هم، اما العصات میگه، اما گناهگاران. کدام گناهگاران؟ المسلم العاصی، کسی که اصل ایمان دارد و خیر، کسی که اصل ایمانش شکستگی نیست، نه، کسی که اصل ایمان دارد، اصل ایمانش در جاش است، نشکسته باشه. یعنی کسی که شرک اکبر و کفر اکبر نکرد، این انسان، البته شرک اصغر ما گفتیم که بخشیده نمیشه، لیکن نقطه همین است که برادر عزیزم عذاب میکشد، یا در عرصات روز قیامت یا جهنم، یا بالاخره به جنت میرود، لیکن عذابش میکشد. اما صاحب گناهی گفتیم شرک اکبر و کفر اکبر ابدالابد در جهنم است. خیلی که حالا سخن شیخ ترجمه کردیم و آیت بیان کردیم و غیره. اما کدام انسان ها به سبب گناهش بخشیده میشد، احتمالی بخشیده شدن دارد، یا جهنم به میدرد و بعد جنت میرد؟ کدام گناه ها بر؟ اما العصات میگن، المسلم العاصی، یعنی مسلمان گناهگار. یعنی مسلمان گناهگار کسی که نه شرک اکبر دارد نه کفر اکبر دارد، این مسلمان است. فقط به شرک آدم کافر نمیشد، بلکه به کفر هم کافر میشود. کلمه مسلمان از ضدش چیه؟ یا مشرک است یا کافر است. یعنی کسی که مشرک نمرده باشد، کافر نمرده باشد، مسلمان بود لیکن عاصی بود، هذا لا يخلد في النار، این ابدالابد در دوزخ نمیماند. اذن دخل النار لا يخلد مثل مات وهو على الزنا. یعنی این داخل دوزخ میشد، یا الله احتمالی بخشیده شدنش است، در زیر مشیت الله است. گناه کبیره بعد از کفر اکبر و شرک اکبر، گناه کبیره، اما ابدالابد در دوزخ نمیماند. اگر دوزخ هم درآید احتمالی بخشیده شدنش است. مثل چی؟ شیخ میگه که مثل کسی که به زنا وفات کرد، مسلمان بود، زنا را حرام میگفت، لیکن زنا را انجام داد و توبه نکرده وفات کرد. ما تاب من الزنا، ما تاب من الزنا، از زنا توبه نکرده وفات کرد. او مات وهو يشرب الخمر ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده،
ولا يسب الاسلام ولا يسب الدين بل هو مسلم. فهمیده شد؟ دیدین چی گفته شدن شیخ؟ ای سهراب عدلان یک نظر کن پیش از جواب دادن. یک خاکسار شد تعلیم بگیر، حق قبول بکن. اعوذ بالله. این چی است؟ به دین الله بازی کردن. یک بار نه، دو بار نه، 10 بار، 20 بار، 30 بار کفر انجام داده شده است. یعنی کسی که زنا کرد و توبه نکرده وفات کرد، شراب نوشید لیکن موحد و مسلمان، یعبد الله وحده، یگانه الله عبادت میکند و دومش با کفر هم ذکر کرد. ولا یسب الاسلام، اسلام دشنام نمیدهد، دین دشنام نمیدهد. این مسلمان است، یعنی کفر اکبر، شرک اکبر انجام نداد. مسلمان موحد نه مشرک است و نه کافر است، نه کفر اکبر نه شرک اکبر انجام نداد، اما گناه کبیره را انجام داد. شراب خورد و توبه نکرد، زنا را کرد و توبه نکرده وفات کرد. ولكنه اطاع الهوى في بعض المعاصي، ولكن اطاعت هوای هوس کرد در بعضی از گناه ها، به مانند شرب الخمر، کالعقوق للوالدین، نوشیدن شراب، به مانند حقوق والدین به گرفتار شدن، یعنی پدر مادرش از سبب بی‌ادبی آغش کردن مسلمان. او احدهما كأكل الربا كالزنا، یا رباخور بود یا زناکار بود. هذه و اشباهها من المعاصی، به مانند همین گناه ها از گناه ها معاصی، اینا کفر شرک نمیگد، اینا معاصی میگد. اذا مات عليها وهو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإسلامه وإيمانه الذي معه. أنا منهج أهل السنة. اگر به همین گناه ها بمیرد در حالتی که او مسلمان است، یگانه الله یکه و یگانه موحد است و الله عبادت میکند، لیس بکافرین، و کافر هم نیست، یگان کفر اکبر انجام نداده است، این در زیر مشیئت الله جل و علا هست. اگر الله خواهد میبخشد، ان شاء الله غفر له و عفى عنه، اون معفو عنه میگد به سبب توحیدش و اسلامش و ایمانش که همراه او است. و ان شاء سبحانه عذبه على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليها، اگر الله خواهد اینا عذاب میدهد به قدر جریمه و گناهی که انجام داد و به همین گناه وفات کرد. انا احتمال بخشیده شدن در گناه کبیره است، احتمال عذاب و بخشیده شدن در گناه کبیره است، نه در کفر اکبر است. الله المستعان. وإن شاء سبحانه عذبه على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليه، ثم بعدما يمحص في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار إلى الجنة، أو يخرجه الله من النار إلى الجنة. بعد از این که گناه کبیره به عذابش کشید، از گناه پاک شد، بعد از این چی میبرد؟ بعد از این جنت میبرد. دلیل به این گفته چی؟ ابن باز میگه که سوره نساء 48، كما قال سبحانه في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البته که الله نمیبخشد هر کسی رو که به او شرک کرد و به شرک وفات کرد، و میبخشد غیر از این دیگر گناه ها را. لیکن در اینجا چی میگه؟ همین کفر هم همین است میگه. چه خیلی که شرح داده آمد. فأبان سبحانه أن الشرك لا يغفر، من مات على الشرك لا يغفر له، نعوذ بالله. أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله. دون الشرك من المعاصي يعني كفر نكرده، شرك نكرده وفات كند، الله ما يبخشد، زیرا که معاصی است. معاصی گناه، کلمه عصیان و معاصی رو به کفر اکبر، شرک اکبر علما استفاده نمیبرند. برای همین منهج علما اینا باید فهمیده شد. وقد أجمع العلماء علماء السنة، يعني أهل السنة والجماعة، أجمع العلماء علماء المسلمين على أن المعاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه عنده معصية لا يخلد في النار أبد الآباد، بل متى دخل النار فهذه المعصية فإنه لا يخلد بل يعذب بها فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق. أما من مات على الكفر بالله فهذا يخلد في النار أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر. ببینید منهج اهل سنت و الجماعت این است که میگه هر کسی که به معصیت وفات کرد، یعنی ببینید عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اجمع العلماء السنه، علمای اهل سنت اجماع کردند، علمای مسلمین همه اجماع کردند، یگان نفر اختلاف نکردند که هر کسی که به معصیت و گناه وفات کرد لیکن مسلمان
موحد یعنی کفر اکبر شرک اکبر کافر و مشرک وفات نکرد مسلمان لیکن گناه کبیره کتی وفات کرد لكنه عنده معصیه کتی ابد الابد در آتش دوزخ نمیماند بلکه یا الله اینو میبخشد یا که اول عذاب میکشد بعد از عذاب چقدره که الله خواهد يعذب فيها ما شاء الله بعد از این داخل جنت میشد و از آتش بیرون میشد انمین است عقیده اهل سنت و جماعت و انمین است حق اما من مات على الكفر بالله اما کسی که وفات کرد به کفر الله به شرک به کفر اکبر و شرک اکبر یخلد فی النار ابد الابد در آتش دوزخ میماند نسأل الله العفو والعافیه در دوامش با تکرار کردن و من الكفر و از کافرها گفتم ما کی میگیم یهود نصارا المعروفون اینا معروف هستند اینا همه میدونن شیوعیون معروفون گفتند اینا بله ببینید ابن باز باور کنید خیلی این جهمی ها رو خوب شناخته بود است میگه که شیوعی اتئیست و کمونیست معروف است میگه اما دوامش چی میگه عباد الاوثان عباد اصحاب القبور اوثان پرستو اوثان یعنی صنم نه اوثان غیر الله هر چیزی که غیر الله پرسته میشه صنم فقط بت است عباد اصحاب القبور پرستندگان صاحبان قبر پرستو و من ذلك و این چنین من یسب الدین کسی که دین دشنام میتد او یستهزئ بالدین کسی که به دین استهزا میکند او یسب الله او یسب رسول صلی الله علیه و سلم الله یا دشنام میتد یا دین دشنام میتد اذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا اگر به همین کفرشون وفات کنند و توبه نکنند فهم من اهل النار المخلدین فيها ابد الاباد نعوذ بالله من ذلك اما نگفتن که فرق وجود دارد کفری که از شرک است مالی کفری که از شرک نیست خیلی این گاب نیست اما العصاة المسلم العاصي هذا لا يخلد في النار اذا دخل النار لا يخلد مثل ماته على الزنا مات من الزنا او ماته يشرب الخمر ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الاسلام ولا يسب الدين بل هو مسلم ولكنه اطاع الهوى في بعض المعاصي كشرب الخمر كعقوق الوالدين أو أحدهما كأكل الربا كالزنا هذه وأشباهها من المعاصي إذا مات عليها وهو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإسلامه وإيمانه الذي معه وإن شاء سبحانه عذبه على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليها ثم بعدما يوحص في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار إلى الجنة كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فأبان سبحانه أن الشرك لا يغفر مما تعالى الشرك لا يغفر. یعنی ببینید منهج اهل سنت همین است خیلی که ابن جریر گفتیم شرک و کفر جدا نکردن در نهایت این منهج است این منهج خوندن در کار بعد دعوت به برآوردن لازم است مشکل همین است که این دعوت به شهرت استفاده میبرند هر بالاخره سخن ابن باز تا آخرش گوش کنیم بعد لا يغفر نعوذ بالله أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله وقد أجمع العلماء السنة أجمع العلماء المسلمين على أن العاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه عنده معصية لا يخلد في النار أبدا الأبد بل متى دخل النار بهذه المعصية فإنه لا يخلد بل يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق أما من مات على كفر بالله فهذا يخلد في النار أبد الآباد نسأل الله السلامة والعافية ومن الكفرة اليهود والنصارى المعروفون والشيوعيون المعروفون عباد الأوثان عباد أصحاب القبور ومن ذلك من يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم من أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد نعم شنیدید سخن ابن باز شنیدید سخن سلف هم شنیدید همه سخن شنیدید علم آموختید اناکن با باقیمان چه گذارید یک شبهش ما با جواب میدیم پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن از آدم‌های پیش گذشته که الله تعالی او را بخشید یا مرد تمام گناه‌ها را کرده بود و پیش از وفاتش به فرزندانش وصیت میکند که وقتی که من مردم مرا بسوزید و خاکستر کنید و خاکستری مرا نصفش را در یک روز شمال سخت در بالای بحر پاشید و نصف دیگری خاکسترم را در روی
خشکی پاشید تا اینکه الله تعالی مرا یافته نتواند دیگر. و وقتی که همین وصیتش را فرزندانش اجرا کردن، الله تعالی به زمین گفت که اجمع ما فیک، و به بحر گفت که اجمع ما فیک، جمع کن آن چیزی که در خودت هست، جمع کن آن چیزی که در خودت هست. فاذا هو قائم بین یدی الله، ناگاه او در پیشگاه الله تعالی راست ایستاده است با سر خم. و الله تعالی به همه کار قادر است. از نیستی ما را یک مراتب به هستی پیدا کرد. آن ذاتی که یک مراتب ما را از نیستی پیدا کرده بود، مگر برای او دویم مراتب آفریدن مشکل است؟ آن ذاتی که آسمان ها و زمین ها را آفریده است، مگر یک انسانی که 1 متر 2 متر است همین آفریده نمیتواند دوباره؟ بنابراین یک کار آسان است به الله تعالی. انا همین اعتقادی که همون بنده کرد اعتقاد کفر بود. الله تعالی را ناتوان پنداشت، بی قدرت حساب کرد. الله تعالی قدرت ندارد که من جمع کند. گفت چون اگر گفت رفت و مرا جمع کرد، مرا به سخت‌ترین عذاب گرفتار میکند. گفته همین خیل با فکر خودش از عذاب خدا گریخت. بعد الله تعالی برای چی این کار را کردی؟ گفت که خشیتن منک، از ترس توی الله، از تو ترسیدم. الله تعالی گفت که بخشیدم. مادامی که از ترسی من کردی بخشیدم. این کفر بود، بخشید. لیکن به کی مقصد کفالت داده شده است که الله تعالی می بخشد و یغفر ما دون ذلك لمن. توقف بکن. انا کنون حدیث رو گفت در اساس همین حدیث، یعنی کفر کرده بخشیده میشد گفت. و این حدیث این مرد رو بیان کرد که گویا که کفر کرد الله گشته زنده کنانیدنشه، قدرت الله آشکار گفته است. سهراب یادلان آشکار گفته است که این جهمی این مرد قدرت الله انکار کرد، لیکن الله بخشید. کنی سخن علما، کنی منهج، کنی به علم صحبت کردن. ما دیدیم که اهل بدعت همیشه از پیش خودشون صحبت میکنن، خیلی متکبرانه، خیلی ناترسانه به دین الله بی ادبانه صحبت میکنن. بی ادبترین شخص، متکبرترین شخص، خطرناکترین شخص همین شخصی است که آیت میخواند گپ خودش میگه، حدیث میخواند گپ خودش میگه. سوره نساء 48 خون گپ خودش گفت، از پیش خودش گپ زد، فتوا دروغ است، باطل است. از ربی مدخلی بدتر جهمی شد، شرک کفر به واقع شد. حالا که در جای دیگر گفته بود که اما ما جهل عذر نمیگوییم میگفت. وقتی که گفت که احتمال دارد که الله بعض کفر اکبر بخشد، اگر والله غیر از جهل عذر گفته عوج خلاص نشود دیگه هیچ چی که خلاص شده نمیتواند. و این روایت دیگر من باز از زبان خودش باز جاهلانه گپ زد و باز در بالای حدیث فهم خودش بیان کرد که گفت این قدرت الله انکار کرد. یگان نفر از علما از سلف صالح تا امروز 1400 سال به 1450 سال به از صحابه تا امروز یگان نفر مثل سهراب متکبرانه با جرأت نترسیده جاهلانه به ملال حکمی حدیث با از پیش خودش در بالای فهم حدیث گپ نزده است. در بالای حدیث همه علما در بالای این حدیث وقتی که گام میزنن میگویند که این مسئله را باید ما نظر کنیم، آیا در همین مسئله دیگر حدیث ها هست یا نیست جمع کنیم، بعد از این باید در این مسئله صحبت کرده میشد. زیرا که میگن الله در قرآن بیان کرد یک چند مراتبه که کسی که شرک اکبر کرد و توبه نکرد و وفات کرد جهنمی است، و الله بیان کرد که کسی که کفر اکبر کرد و توبه نکرد و وفات کرد جهنمی است. ناممکن است که حدیث به آیت زید براید، ناممکن است. برای همین ما این حدیث گفتن یک نظر باید کنیم. وقتی که حدیث به نظر کردن به علم، به فهم، خالصانه، صادقانه، متواضعانه، علمانه، جاهلانه، متکبرانه، احمقانه نه، به علم خاکساری و صادقانه و مخلصی نظر کردن، حدیث های دیگر به این جمع کردن که در این باب یک حدیث نه 10 حدیث است. احمد ابن حنبل میگویند رحمه الله روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند لم يعمل عملا خیر قط الا التوحید
این انسان یگان عملی خیر انجام نداده بود بجز توحید. یعنی از همین مرتبه های انسان نظر بکنیم، ما آیت داریم که الله مرتبه های انسان را بیان میکنه. و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. کسی که ظلم کرد به نفسش مسلمان است لیکن ظالم لنفسش است. مقتصد است کسی که اصل دین و واجبات بجا آورد. ظالم لنفسه درجه همه گناه سخت مسلمان فقط اصل دین دارد، واجبات مستحبات و کمالات ندارد، خیلی به نفسش ظلم کرد، گناههای کبیره زیاد دارد. کسی دوم مقتصد است، هم اصل دین هم واجبات دارد. و منهم سابقون بالخیرات، هم اصل ایمان، واجبات ایمان و مستحبات کمالات هم خیلی خوب است. انا همین انسان گفتن که اصل ایمان داشت، یعنی نواقض الاسلامش نبود، اصل ایمان داشت، موحد بود. پیامبر گفته ایستادن ای جاهل پیامبر گفته ایستادن که لم یعمل عمل خیر قط الا التوحید، یگان عملی خیر نکرد بجز توحید. توحید چیست؟ آیا کفر اکبر بیاید توحید در جاش میماند؟ نه، زیرا که انمین الولا و البراء از توحید است. مغز توحید براءت است. براءت از کفار مشرکین. از نظر سهراب اگر نظر کنیم، براءت کسی نداشته باشد، موالات به کفار مشرکین داشته باشد، اگر توبه نکرده مرد هم احتمال بخشیده شدنش است. برای چی؟ برای که براءت از کفار مشرکین به شرک تعلق ندارد، از باب شرک نیست میکرد. بله به شرک تعلق ندارد، این کفر اکبر است. براءت کفر اکبر است لیکن به شرک اکبر تعلق ندارد. انکون از نظر سهراب عادلیان کفری که به شرک اکبر تعلق ندارد احتمال بخشیده شدنش است، گویا که گناه کبیره است، کفر اکبر نیست، گویا یا کفر اکبری که بخشیده میشه. براءت از اصل دین است، انجام دادنش به کفار مشرکین اصل دین است، اصل ایمان است. کسی که براءت ندارد کافر است، کفر اکبر است، اما این به شرک تعلق ندارد، این کفر اکبر است. مظاهرة المشرکین و معاونة علی المؤمنین علی المسلمین، شکننده هشتم اسلام. انکنون نظر بکنید که کسی که براءت نکرد و وفات کرد، این براءت نداشتن به شرک تعلق ندارد. از نظر سهراب عادلان این بخشیده میشد، اما از نظر اهل سنت و الجماعت به اجماع این خالدا مخلدا فی النار ابدا جهنمی است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی گفتند که الا توحید وقتی که گفتند شما فقط ضدش شرک نداشته باشد، کفر اکبر داشته باشد هم میرد، نگوید به مانند سهراب همین خیلی فهمیده است. سهراب همین خیلی فهمیده است که یعنی اگر توحید داشتگی باشد یعنی کفر شرک نداشتگی باشد، یعنی کفر داشته باشد هم میرد. اما توحید بدون براءت آیا به وجود میاد؟ نمیاد. توحید بدون براءت به وجود نمیاد، بدون موالات به وجود نمیاد. موالات و براءت از باب شرک نیست، از باب کفر است. پیامبر در اینجا گفته است که کسی که یعنی کفر اکبر نداشت، شرک اکبر نداشت، موحد کتی بود، مؤمن مسلمان بود، وفات کرد در حالتی که مؤمن مسلمان بود، همون انسانی که سهراب عادلیان به او حکم کرده است که قدرت الله بالکل انکار کرد، این خیلی نبود، این جهالت است، بلکه پیامبر حکم کردن سهراب عادلیان ای جهمی، پیامبر حکم کردن که این انسان موحد وفات کرد، مسلمان وفات کرد، کفر اکبر نداشت، قدرت الله بالکل انکار کردن این کفر اکبر است. یک سخن علما را بیار که گفته باشند که کافر وفات کرد، یا یک سخن الله بگم معذرت خواهی میکنم در زیر همین حدیث سخن رسول الله، یک سخن علما را بیار که انا همین انسان قدرت الله بالکل انکار کرده باشد. این خیلی گپ نیست. ابن تیمیه رحمه الله سخنش بعضی میارد. ابن تیمیه در همین مسئله بالای حدیث 17 مرتبه گفت زده است. در بالای کتابشون ابن تیمیه در همه کتابشون 17 مرتبه گفت زده است. در مجموعه الفتاوا یک چند مرتبه 17 مرتبه را ما خونده از یاد کرده میدونیم که چی گفته است. ابن تیمیه 17 مرتبه انا همین حدیث در زیر مسائل ترک واجبات یا که بگیم گناه کبیره، یک مسائل گناه کبیره، یک اساسا ابن تیمیه 17 مرتبه همین حدیث در مسائل کفر دون الکفر، همون کفرهایی که کفری
اکبر نیست، یک یا کفر اکبر ظاهر نیست، دو بلکه مسائل خفی و دقایق به ذکر کرد. ابن تیمیه 17 مرتبه ذکر کردند. جهلای جهمی سخن ابن تیمیه رو یعنی همه‌اش رو نخونده، فقط تگش میخوند. موضوع نگاه کنید. ابن تیمیه 17 مرتبه به موضوع، کدام موضوع به این حدیث آوردن؟ موضوع ابن تیمیه در بالای چی است؟ مسائلی که کفر اکبر نه، شرک اکبر ظاهر نه، مسائلی که خفی و دقایق است. ابن تیمیه رحمه الله میگن که در دین ما مسائلی هست که مسئله های خفی، دقایق، نازک، جزئیات است و در این مسئله کسی که نفهمیده جاهل ماند، جهل عذر است. برای همین این انسان در همین مسئله به یک چند واسطه عذر داشت. ابن تیمیه رحمه الله حتی میگوید که در همین حدیث زیرش این انسان میگه از سبب سخت ترسیدنش نفهمید که چی میگه، خودش کنترلش از دست داد و همین سخن برآورد. خیلی که در روایت امام مسلم است که یک مرد شترش گم شد و ناامید از زندگی بود در صحرا، که باز شتر خود به خود پیدا آمد، به نزدش پیدا شد. از خرسندی این مرد میخواست بگوید که ای الله، تو رب من هستی، من بنده تو هستم، میگفتنی بود، لیکن زبانش خطا کرد و از سخت خرسندی لغزش خورد و گفت که ای الله، تو بنده من هستی، من رب تو هستم. الله بخشید این انسان، خنده کرد و بخشید. برای چی؟ از سبب سخت خرسندی خطا گفت زد. ابن تیمیه و بسیاری از علما میگن که همین انسان در وقت مرده ایستادنش خیلی گناه زیاد داشت. یکی از گناهش همین بود که انسان‌های مرده را میرفت قبرش میکشد، چیزهاش میگرفت، خیلی یک نباشی و غیره چیزام داشت، گفتنی یعنی گناه‌های کبیره داشت، خیلی گناه زیاد داشت. مسلمان بود، گناه سخت زیاد داشت. از ترس نفهمیده انمی گپا گفته موند. به مانند روایت امام مسلمی که اومده است، انسان منهج اهل سنت چی است؟ از سخت خرسندی یا از سخت بد ترسیدن، نفهمیده بدون قصد انجام یک عمل یا یک سخن، نفهمیده یک سخن گوید، بخبر از زبانتون برایت، از سبب سخت ترسیدن یا از سبب سخت خرسندی شما را تکفیر کرده یا کفر اکبر کرده گفته نمیشد. یکم جواب دوم گفتن که این انسان به همه قدرت الله کافر نشد. به قدرت الله کافر شدن کفر اکبر است، الله به کسی نمیبخشد. به جزء از جزئیات قدرت کافر شد که این مسئله جزء است نه کل. مسئله کل کتی اصل و مسئله جزء فرع تمام علمای اصول جدا میکنند، لیکن افسوس که بوی اصول اینو ندارد، بوی منهج ندارد. مذهب جهمی همین است، خودش علمای دهر میگیرد. الله المستعان. این مصیبت است که مردم اینو گمراه میکنند. کسی که قدرت الله بالکل کل یا اصلش کتی انکار کند کافر مرتد است. هرگز الله اینو نمیبخشد. اگر توبه نکرده مرد خالد مخلد فی النار ابدا است. زیرا که صفت قدرت الله این اصول دین، از اصول دین است. ایمان آوردن به قدرت الله، به علم الله، به حیات الله، به وجود الله، این از اصل دین است. این صفت ها خیلی که امام شافعی رحمه الله میگن که به بعضی از صفات ها مثلا جهل عذر است، اما قسم از صفات ها جهل عذر است. این مسئله های خفی نازک نه اصول دین و جزء از مسئله ها جزئیات قدرت، این مسئله خفی. خیلی که امام احمد ابن حنبل در مسئله قدریه ها را به دو قسم تقسیم کردند و مسئله علم به گاف زدند. انا همچنین است. علم بالکل انکار کرد کافر میشید، لیکن بعضی جزئیات شما مدگین بعضی ها نفهمیده ماند و انکار نکند، این دیگر چیز است. قدرت هم عیناً همین است. این انسان ایمان داشت که الله زنده میکند. اگر قبر به گور کنند، این انسان ایمان داشت که اگر اینه برند و قبر به گور کنند زنده میکند. این انسان ایمان داشت که الله حتما میپرسد، سوال جواب دارد. این انسان فقط انا همین جا مدگین یک جزء کمتر شک کرد، انکار نکرد قدرت الله، شک کرد. البته شک هم کفر است، لیکن شک در جزء دیگر حکم دارد. شک در فرع در مسئله یک نازک جزئی، اما شک در اصل و اصول کامل، این دو چیز است. این انسان گفت که اگر من سوزانند، آب ببرده پاشند، شاید من الله دیگر زنده نکند. انکار نکرد قدرت الله، گفت که شاید دیگر زنده نشود.
این دویم جواب است. یعنی انکار شک به جزء از قدرت گفتند مانند شک به کلی قدرت نیست و در این مسئله جزئیات بعضی از مسائل نازک جزئیاتی که تعلق به قدرت الله دارد میگن این به گفتند عذر وجود دارد. جزئیات خفی گفتن این مسئله. این دویم جواب. سوم جواب گفتند که این انسان گفت که این عمل از ترس توی کردم مخافته، که یعنی همین عمل کردم که تو من عذاب ندهی، تو فهمی که الله من چقدر از تو میترسم، من عذاب ندهی. لیکن بالاخره بیاید سخنهای علما را خونیم. اولا حدیث میخونیم. این روایت امام مسلم است، حدیث صحیح است، روایت امام مسلم است و غیر از امام مسلم دیگران روایت کرده هستند. از ابی هریره رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال اذا انا مت فاحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به احد. قال ففعلوا ذلك به فقال للارض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا ربي أو قال مخافتك فغفر له بذلك. یک مرد به نفس خودش خیلی اسراف کرده بود، یعنی به گناه و معصیت چنگ زده بود. وقتی مرگش آمد فرزندهایش را وصیت کرد و گفت که وقتی که من وفات کردم جسم مرا سوزانید و بعد از این خاکستری مرا بگیرید، یک روزی شمالی، روزی که باد هست و باد میوزد، به نزد بحر برید، خاکستری مرا شمال بپرتوید که در بحر پهن شود. قسم به الله لئن قدر علی ربی، انا می قدر علی به علما خیلی زیاد صحبت کردن. بعضی گفتن که اگر الله به من قادر شود، از همین معنای لغوی ظاهرا دیدن گفتن که اینجا شک فقط در انا همین جزء هست، شک کرد به همین قدرت الله در جزئی که اگر خاکستر شود. همه قدرت الله این کار نکرد، مثلا جزئیات ده. و دیگر از علما گفتن که لئن قدر ای لئن ضیق، یعنی الله وقتی که مرا گرفت سخت عذاب میتد، عذابی که هیچ کس عذاب نمیدید. ففعلوا، فرزنداش این عمل انجام دادن. بعد از این الله امر کرد به زمین که ادی ما اخذت، ای زمین بده، اینجا برور همون چیزی که تو گرفتی. زمین جمع کرد، جسم برآورد و به الله به نزدش راست کرد و گذاشت. الله پرسید که چی به این کار کردی؟ مرد گفت که مخافتک، از ترس تو را. الله اینو بخشید. انا کنیم به جواب است. بارک الله فیکم. میریم به جواب. جواب به علما چی میگویند؟ لعلی او لعل اضل الله، همین روایت به کلمه دیگر اومده است. ما در گفتیم روایت ما مسلم به کلمه اومده است که لئن قدر علی، اساسی جایی که مشکلی کفر ثابت میشد نمیشد در اساس همین کلمه همینجا است. امام احمد در همین جای کلمه به دیگر کلمه اومده است. میگه که لعلی اضل الله در مسند امام احمد است. پس از این فهمیده می شود که مرد این سخن در کدام حالت گفت؟ حالتی میگن علما ذهول، یعنی از ترس عقلش از دست رفته بود. فی حالت ذهول لم یمیز معه حقیقه ما یقول، از سبب سخت ترسیدن سخن گفتگیش نفهمیده شده بود. ما میگیم که کسی که نفهمیده سخن گفت به مانند اینکه از خرسندی یا از ترس، از شدت ترس، از شدت واقع شدن به عذاب الله، از شدت مرگ نفهمیده سخن گفت. و این معلوم است به اجماع که مرگ خیلی یک ترسی سخت دارد. برای همین گفتن عیناً همون از سبب ترس که گفت به مانند عیناً کسی که از سبب خرسندی گفت و کفر کرد. این دلیل برای این نمی شود که کسی که کفر کرد بخشیدش نش ممکن است. و همین مطلق آورده ذکر کردن چی است؟ همین مطلق آورده کسی که ذکر میکند
الله المستعان. به همین یک حدیثی که معناش دیگر است می آورد و همین حدیث کتی بعضی از کفرها بخشیده می شود اگر در زیر احتمال بخشیده شدن است، اگر در زیر شرک نباشد. میگوید در اساس یک سخنی که حدیثی که دیگر معنا دارد، این البته که باطل است و منهج چی است؟ منهج جهم بن صفوان است. الله المستعان. یعنی اینها اگرچه جهل عذر نیست میگویند به مانند سرابی عادلان، لیکن در تحقیق میبینید که با مذهب عازری ها با مذهب جهمی ها را با منتشر میکرد. الله المستعان. با همین دوام صحبت بگذارید ببینیم این مسئله فهم شد. به انسان به این چیزها تکیه نمی کند. انسان باید عمل کند، ایمان خود را قوی کند، پرهیز کند که از او با شکننده های اسلام عملهای کفر و شرک از او صادر نشود. پیغمبرها می ترسیدند ربی و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگار من و پسرهایم را نگاه دار که با بت عبادت نکنیم، کفر نورزیم، شرک نورزیم. همیشه بنده در ترس از کفر و بله تمام. یعنی بالاخره میگوید که اگر چی میگوید الله فقط مشرکا را اگر توبه نکردن برند به جهنم، یا کفری که به شرک تعلق دارد، کفرهایی که به شرک تعلق ندارد احتمال بخشیده شدنش است، لیکن به این تکیه نکرده عمل کنید. میگید الله المستعان. انمین سخن با خلاصه همه گپ همین که یک جهمی صف در باب کفر ایمان است. سهراب عادلیان به همین فتوای داده اش، سهراب عادلیان به همین فتوای داده اش که به کفر اکبر کسی که وفات میکند در زیر احتمال بخشیده شدن الله است، این شاید بخشیده شود، در احتمال وجود دارد. میگد به همین عقیدش این انسان کافر شد، زیرا که قرآن را تکذیب کرد، سنت تکذیب کرد، اجماع تمام مسلمان ها اهل سنت در جماعت تکذیب کرد. الله کفری که بخشیده نمی شود گفت، این گفته شده است که بخشیده می شود در زیر احتمال است. باید توبه کند و توبهش ظاهر در یوتیوب خیلی که ظاهر کفر شرک کرد، باید ظاهرا بگوید که من نمینجا خطا کردم، کفر بود، توبه کردم از این کفر، ضبط کرده برارد و عقیده باطلش او دلیل کند. در غیر این صورت عقیده این کفر است و شرک است، برای که این ضد قرآن و سنت گفته شده است که کسی که کفر اکبر میکند احتمال بخشیده شدن و جنت در آمدن دارد. میگه کدام احتمال؟ بارک الله فیکم. با همین این صحبت به پایان میرسونیم و ما به برادران و خواهران تا همین روز نگفته بودیم، اکنون میگویم که برحذر باشید از این جاهل، برحذر باشید از این جاهل حزبی، برحذر باشید که سخن آشکاری چی است؟ آشکار جهم است، جهم. و انشاءالله در آینده، در روزهای آینده مسئله عذر بالجهل بکی میگه اجماع هست، اجماع نه اختلاف هست. میگه در مسئله عذر بالجهل اختلاف هست. میگه ما بیان میکنیم نیرنگ و فریب او رو که نیرنگ و فریبش از همینجا فهمو شد. اینا برای مردم فریب داده. میگه که در شرک کفر اکبر مثلا ما جهل عذر نمیگوییم، اما در این مسئله اختلاف است و بعدا تحقیقا میبینی که کافر با جنت میرد. گفته است. بالاخره این است عاقبت جهمیه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب